تا حالا شده یه هدف بزرگ داشته باشی و بعد از چند روز انگیزت رو از دست بدی؟ شاید مشکل کمبود اراده و نظم و انضباط تو نباشه. سلام بچه ها، من سارا هستم. به یوتیوب چنل من خوش اومدین. مرسی که حمایتم میکنین. بوس به کلتون. نکنه داری از یه سوخت اشتباه برای این مقصد استفاده میکنی. رایان دوریس توضیح میده که انگیزه 2 منبع متفاوت داره. اولین نوع انگیزه بیرونیه که این انگیزه از پول و شهرت و تایید دیگران به وجود میاد. اما این نوع انگیزه مثل سوخت فسیلیه. دیر یا زود این سوخت تموم میشه. وقتی هم که پاداش از بین بره، انگیزه هم از بین میره. اما منبع دوم انگیزه درونیه. این نوع انگیزه از درون خودت میاد. انگیزه قدرتمند، تجدیدپذیر و ماندگار. به گفته رایان دوریس 5 محرک اصلی هستش که انگیزه درونی رو ایجاد میکنه. اولین محرک کنجکاوی هستش. کنجکاوی باعث میشه بخوای چیزای جدید رو کشف کنی و یاد بگیری. دومین محرک تسلط و مهارته. این خیلی مهمه. تسلط یعنی هر روز کمی بهتر از دیروز باشی. پیشرفت‌های کوچیک در طول زمان نتایج بزرگی رو میسازن. سومین محرک لذت بردن از خود انجام کاره. فقط برای رسیدن به نتیجه کار نکن. از مسیرت هم لذت ببر. چهارمین محرک هدفمندیه. وقتی کارتو به یه هدف بزرگتر متصل کنی، انگیزت قوی تر میشه. خب پنجمین محرکم که استقلاله. وقتی حق انتخاب داشته باشی، انگیزه بیشتری برای ادامه دادن پیدا میکنی. وقتی که این 5 محرک کنار هم قرار بگیرن، وارد حالت غرقگی یا فلو میشی. حالا فقط از خودت یه سوال بپرس. کدوم یکی از این 5 محرک توی زندگی تو ضعیف‌تره؟ اونو پیداش کن و تقویتش کن. ببین چطور انگیزت رشد میکنه. بهت قول میدم. خب دوستای عزیزم، اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو لایک کنید و با کسی که دوستش دارید به اشتراک بذارید. مرسی.